مغایرتگیری بانکی. مغایرتگیری بانکی که به منظور مشخص نمودن اقلام باز بانک و دفتر می باشد در این قسمت انجام می گیرد. برای انجام این فرایند در ابتدا می بایست اقلام باز بانک و دفاتر استقرار پذیرفته باشد. لذا در صورت داشتن گردش در حساب بانکی قبل از استقرار سیستم می بایست آخرین رفع مغایرت دفاتر و بانک انجام پذیرفته باشد. جهت استقرار اقلام باز بانک در منوی افقی سیستم بر روی دکمه استقرار و اقلام باز بانک کلیک نمایید. در فرم باز شده ابتدا نام حساب را انتخاب نمایید. سپس تاریخ استقرار و توضیحات مربوطه را وارد نمایید. در قسمت اقلام موجود در فرم ابتدا شماره سند، سپس تاریخ سند ثبت شده در صورت حساب بانکی و در قسمت بدهکار اقلامی که از حساب بانکی کسر شده اما در دفاتر ثبت نگردیده و در قسمت بستانکار اقلامی که به حساب بانکی اضافه شده اما هنوز در دفاتر ثبت نگردیده است را وارد نمایید.